تمرین به قسمت 2 گفته که lesen Sie noch einmal، یک بار دیگر بخونید. منظورشون 3 تا متنی بودش که تا الان خوندیم. In welchen Text oder welchen Texten finden Sie Informationen zu den Fragen؟ توی کدوم متن و یا در کدوم متن ها حالت جمع هستش و به صورت ولشن هم باید بنویسیمش. توی کدوم متن یا در کدوم متن ها پیدا میکنید شما اطلاعاتی مربوط به سوالات. اینجا 11 تا سوال برای ما گذاشته و کتاب داره میگه خب حالا که شما این متن رو خوندین بیاین بگین که این 11 تا سوالی که اینجا نوشته شده پاسخش در کدوم متن اومده. شماره متن رو جلوش بذارید 1 2 یا 3. notieren Sie 1 2 oder 3. یادداشت کنید 1 2 و یا 3. یعنی هم میتونه تکی باشه یا اینکه دوتاش با هم دیگه یه دونه شماره سوال رو جواب داده باشه. Hilfe finden Sie in Bilexikon، کمک رو توی لغتنامه تصویری درس یا لغات جدید درس پیدا بکنید. Beantworten Sie dann die Fragen، بعدش به سوالات پاسخ بدید. پس اول بیاین شماره‌اش رو تعیین بکنید که در کدوم پاراگراف توضیح داده شده جواب این سوال و بعد بیاین پاسخش هم بگید که من توی این قسمت پاسخ این سوال براتون گذاشتم. به این صورت هستش و این هم پاسخهایی هستش که میتونیم برای این سوالات در نظر بگیریم. اول میایم عروش میخونیم، اختصاص میدیم که هر سوال مربوط به کدوم پاراگراف هستش. سوالی که خودش جواب داده. Warum entschloss Benjamin sich für ein Praktikum im Kindergarten؟ برای چی بنیامین تصمیم گرفت برای کارآموزی در مهد کودک؟ توی متن شماره 1 راجعش صحبت کرد که گفتش که من میخوام با انسان‌ها در ارتباط باشم و برای همین یک کارآموزی رو توی مهد کودک انتخاب کردم. Wie war das Betriebsklima؟ جو اون شرکت یا جو اون محل کارش چجوری بود؟ اینو بازم توی همون پاراگراف شماره 1 گفت. 2 میشه 1. Wie wird Benjamin beschrieben؟ بنیامین چجوری توصیف شد؟ در واقع داریم میگه که چجوری اون ویژگی شخصیتی اون بیان شد که توی پاراگراف شماره 2 بود که داشت میگفتش که اون مدیر اون مؤسسه ازش تعریف میکرد که خیلی انسان کمک کننده هستش، خیلی با بچه‌ها خوب برخورد میکنه و خیلی هم خوبه که به ساز موسیقی تسلط داره و از اینجور موارد. شماره 4 پس شماره 3 میشه پاراگراف شماره 2. شماره 4 Wie sah ein typischer Tag in dem Kindergarten aussehen؟ به نظر رسیدن که در حالت پرتریتوم استفاده شده. چجوری به نظر رسید یک روز معمول در مهد کودک؟ اینو داشت بازم توی هم پاراگراف شماره 1 توضیح میداد که اون گزارشی که داشت میداد راجع به اون مهد کودک رو میگفتش که یه روز عادی به این صورت بودش. مثلا بچه‌ها این ساعت میومدن، مربی اینجوری بودن، توی این روز هفته مثلا اون جلسه تیم برگزار میشد. شماره 5 Wie sieht die Ausbildung zum Erzieher aus؟ بازم آسین هستش. چجوری به نظر میرسه کارآموزی برای مربی ها؟ این هم باز برای شماره 1 گفت که داشت میگفتش که انقدر بین 2 تا 3 ساعت طول میکشه، اونا میتونن به صورت پاره وقت یا تمام وقت کار بکنن. این هم باز تو پاراگراف شماره 1 گفت. شماره سوال 5 هم میشه پاراگراف شماره 1. سوال 6 Wie gut hat Benjamin gearbeitet؟ چقدر خوب کار کرد بنیامین؟ چقدر خوب کار کرد؟ در واقع میگه عملکردش چجوری بود که راجع به عملکردش توی تکست شماره 2 صحبت کرد که اون مدیر اون مؤسسه داشت راجعش صحبت میکرد که چجوری کارا رو خوب داشت انجام میداد بنیامین. شماره 7 Welche Vorkenntnisse hatte Benjamin؟ چه آشنایی‌های قبلی بنیامین داشت؟ در واقع داره میگه که اون چیزی که داشت تعریف می‌کرد میگفتش که به یک ساز تسلط کامل داشت و اینکه میتونست با بچه‌ها آواز بخونه. اینو داشت میگفتش که خیلی خوبه که همچین پیش نیازهایی رو میتونه داشته باشه این بنیامین. توی پاراگراف شماره 2 داشت میگفت اینا، در واقع همون تاییدی که داشت میگفت. پس 7 میشه شماره 2. 8 Was hat ihm gut gefallen؟ از چه چیزی خوشش میومد بنیامین؟ شماره 1 بود و شماره 3 هم توی 3 که داشت واسه اون دوستش که اون خانم داشت توضیح میداد و هم توی شماره 1 که داشت گزارش میداد میگفتش که من مثلا از اینکه با بچه‌ها کار میکنم خیلی خوشم میاد، یا اینکه جو کار اون محل کارمون خیلی خوب هستش و خیلی ازش خوشم میاد و اینجور موارد داشت راجعش توضیح میداد. پس توی پاراگراف شماره 1 و 3 اینجا به علاوه گذاشته. 8 هم 1 هستش و هم 3 هستش.
شماره 9 Was hat ihm nicht so gut gefallen، یعنی از چی خوشش زیاد نیومد، از چه چیزی بودش که توی اون کارآموزی که انجام داد زیاد خوشش نیومد، که داشت میگفتش که غذاش خوب نیست، حقوقش کمه، راجع به موارد منفی که صحبت کرد هم توی پاراگراف شماره 1 به علاوه پاراگراف شماره 3 راجبش صحبت کرد. سوال شماره 10 möchte er eine Ausbildung zum Erzieher machen؟ آیا اون میخواد یک کارآموزی به عنوان مربی انجام بده؟ این هم در واقع هم توی متن شماره 1 گفت، هم توی متن شماره 3 که گفتش که حقوقش خیلی کمه، راجع به این موضوع صحبت کرد و گفتش که زیاد جالب نیست برام. Kann man Benjamin für einen Ausbildungsplatz im Kindergarten empfehlen؟ آیا آدم میتونه بنیامین رو برای دوره کارآموزی در مهد کودک پیشنهاد بده یا توصیه بکنه؟ این در واقع همون تاییدیه‌ای بودش که توی متن شماره 2 اون رئیس اون مؤسسه انجام داده بود. پس طبق اینا ما متوجه شدیم که کدوم سوال در کجا پاسخ داده شده و پاسخ‌های پیشنهادیش هم توی اینجا میتونیم ببینیم. در واقع شما متن کامل براتون خوندم و همه جملات رو ترجمه کردم، اینا دیگه هیچ کلمه جدیدی اضافه نمیشه. همون سوالایی که در داخل متن شده بوده من براتون توضیح داده بودم و اینجا اومده به صورت جواب‌های کوتاه مطابق سوالایی که در اینجا پرسیده شده پاسخ داده. پس هیچ چیز جدیدی وجود نداره و اینو شما خودتون میتونین چک بکنید.